که اگر نکاح حلاله کرد به شرط حلاله، گفت که به شرط نکاح میکنیم که حلالش میکنی باز طلاقش میکنی، همین چیز کراهیت دارد، لیکن با وجود این هم برای شوهرش اون زن چی میشود؟ حلال میشود. محلل چی مانا؟ یک نفر میره که یک خانم نکاح میکنه، شاهد هم داره و محرم داره و تمام چیزایش نکاح صحیح و شرعی کرد، لکن در نیتش این است که من ایره به شوهر حلال اولش حلال بسازم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. من نوى الشر فانه يعاقب بنقيض قصده. کسی که یک شر نیت میکنه به ضد اونمو نیت معاقبه میشه. اونمو قسم که نیت کرده مطابق نیتش. مثلا محلل است. محلل چی مانا؟ یک نفر میره که یک خانم نکاح میکنه، شاهد هم داره و محرم داره و تمام چیزایش نکاح صحیح و شرعی کرد، لکن در نیتش است که من ایره به شوهر حلال اولش حلال بسازم. بعضی اوقات است بعضی کسا میکنه مثلا یک کس است خانم خود طلاق کرده، باز یک شخص امروز خانم که سه مرتبه طلاق شده و خلاص است، بازی میره میگه خیر است من کسش نکاح میکنم به خاطر از اینکه باز من پسیر طلاق بودم باز پس بر تو حلال شده. اینو چی میگن؟ محلل میگن. ایناله آلی ای خو ای کار کرد، او هم قصدش خوبش است، میگه که یعنی خوب شوه، ای هم خوب شوه، لکن چون نیتش نکاح دائمی و ابدی نیست، چالجور کردن از فریبکاری هست. بسیاری کسا فریبکاری میکنن مثل بنی اسرائیل واره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المحلل والمحلل له. هر دویش لعنت کرده. کسی که او زن برو شخص حلال میگردانه و کسی که برش همی زن با این طریقی نکاح دروغی حلال کرده میشه. چل جور کردن. کت خانم خود جنجال کرد، جنگ کرد، طلاق شد، یک سنگ طلاق، دو سنگ طلاق، سه سنگ طلاق، خلاص طلاق شد، ختم شد. اونجا آیت قرآن است که حتی تن که حزوجن غیره، این دیگه با تو نکاح کردن نمیتونه تا شوهر دیگه نگیره، باز شوهر دیگه او را اگر طلاق کرد باز در آینده تو میخواستی بگیری چی است. یک نفر نمیخواد که امروزی خانم ازدواج بکنه، لکن به خاطر که برای شوهر اولیش رو چی بسازم؟ حلال بساز، ایده میگه حلاله. فهمیدید دیگه؟ رسول الله میگه سر هر دویش لعنت است، هم سر از شوی اولی، شوهر اولی، و هم سر شوهر تقلبی. متوجه هستی؟ یک نفر گفت یک جای روان بودم، در افغانستان نبود، در کشور خارجی بود، میگه اونجا روان بودم، میگه سعی کردم که چند نفر سر روان است، میگه موتورسیکل سوارا آمدن، میگه ما گفتم والا اختطافت کرد دیگه تو لرزیدیم. میگه من گفتم چی میخوای؟ بالا شدم موتورسیکل. میگه رفتیم در موتورسیکل بالا کرد. گفتم رفتی دیگه تباه شدیم. اونجا که رفتم که کالا برام پوشاندن یک. خب چی گفت؟ پس من گفتم یک دیگه گفت زبانش رو نمیفهمی، گفت که تو داماد جور کردن. داماد چی مرا میکشن؟ گفت نه اینطور ما داماد میکنن. چرا؟ گفت یا دیگه میخوان که همین زنش حلال شه و برش طلاقی است، سر توی رو نگاه میکنه بزور با سبا یک زنان میتید پس سرش طلاقش میکنن. این از این طریق. میگه من گفتم برو خوب شده نه از اختطاف هم خلاص شدی و